به نام خدا. سلام و وقت بخیر میگم به شما دوستان عزیز. عید قدیر خون مبارک بشه. ما اومدیم این اندیکاتور رو خودمونی بگم به عشق مولا، به عشق آقا امیرالمومنین تکمیلش کردیم تو این یکی دو ماه و قولش رو داده بودیم که توی روز عید قدیر خون ما این اندیکاتور رو بدیم بیرون. بریم یه توضیحاتی درباره این اندیکاتور رو بدیم، ببینیم چجوری کار میکنه. دقت داشته باشید ایچیموکو یک سبک هست. ما به مجبور اسم اندیکاتور رو روش میذاریم، چون اینو کجا میخوایم جا بدیم. مثلا ایچیموکو رو میخوایم بذاریم این بالا یا این بغل بذاریمش، نمیشه. من یه ایچیموکو مینویسم، محمد یه ایچیموکو مینویسه، علی یه ایچیموکو مینویسه، نمیدونم خارجی ها مایکلشون یه چیزی مینویسه. بس مجبور به مجبور باید بیان تو این قسمت قرارش بدن. چاره ای نیست، ما هم بالاجبار توی آموزش میگیم اندیکاتور ایچیموکو، مگر نه ایچیموکو یک سبک هست و تمام چیزها رو تو خودش داره. خب دوستان نکنید این اندیکاتور، من بازم عذرخواهی میکنم اسم اندیکاتور میبرم، ولی این اندیکاتور موقعی که شما روی چارت میندازینش به حالت دیفالت این شکلی هست. یعنی ابر ما رو داره، کوالیتی رو داره، فورکست ها رو داره، فورکست سنکو اسپن بی، فورکست سنکو اسپن آ، تیکانسن و کیجونسن. یه دونه بیسلاین 103 هم برای ما فعال هستش توی این. حالا من چون میخوام اینو آموزش بدم اینو پاک میکنم و دیفالت دونه دونه با هم اضافهش میکنیم، توضیح میدیم که چی هستش. خب بریم از اولین چیزی که میاد شروع میکنه. اول خب تیکانسنی که ما میدونیم چیه. ببینید شیفت تیکنسنه که ما فعالش میکنیم. بذار من فابریکای چیز رو فعال کنم. این شیفت تیکانسن ما هستش که ما میتونیم از توش سیگنال بگیریم و حالا بسته به استراتژیمون میتونیم ازش استفاده کنیم. ببینید چیزایی که من گذاشتم چیزایی که واقعا مهم هست. مثلا اومدم دایرکشن لاین حذف کردم توی ایچیموکو، اومدم به جاش 4 تا بیسلاین گذاشتم و این بیسلاین 1 و 2 ما میتونه، من اینا رو آف کنم که فقط شما چیز رو ببینید. این بیسلاین های 1 و 2 ما میاد کار همون دایرکشن لاین رو انجام میده. خب بیسلاین 1 ما چه عددیه؟ بیسلاین ما خدمتتون عرض کنم بیسلاین 1 ما 103، بیسلاین 2 ما 216، بیسلاین 3 ما 63 و بیسلاین 4 ما 540 هستش که اینجا توضیح دادم. گفتم تایم 1 ساعت و پایین تر از 1 ساعت خوبه باهاش کار کنیم. به درد مثلا اسکلپ میخوره، فست ریدر میخوره، به درد اینجور چیزا میخوره. حالا بریم فعالش کنیم ما 4 تا بیسلاینمون رو. شما ببینید این بیسلاین 1 ما هست 103، بیسلاین 2 ما 216، بیسلاین 3 ما زرد رنگ هستش و بیسلاین 4 ما که این پایین قهوه‌ای رنگ بیسلاین 540 ما هستش. خب 103 و 216 رو که آشنایی دارید. 63 هم یه بیسلاینی هستش که حالا من به عنوان همت مقاومت ازش استفاده نمی‌کنم، به درد چیز دیگه ای میخوره برای من و دیگه باید سرچ کنید دیگه ببینید اینا به چه درد میخوره، به چه چیزی، به چه کاری میاد. ولی خب من توضیح بیسلاین 4 رو بهتون میدم. ببینید بیسلاین 4 ما که این بیسلاین باشه میاد چی رو به ما نشون میده؟ فرق بازار گاوی و خرسی ما در تایم فریم های مختلف. حالا بریم مثلا تو تایم یه رو ببینیمش. ببینید بذار من بیام عقب، از عقب به شما نشون بدم. بریم عقب‌تر که کامل توجیه بشه. ببینید این بیسلاین به این راحتی ها شکسته نمیشه. بذار من رو تایم 5 دقیقه اصلا قرارش رو تایم پایین صحبت کنیم دیگه. بذار رو تایم 5 دقیقه بیارمش. بذار اول بیایم اینجا. خب اینجاست، بذار برگردیم. حالا بذار رو 5 دقیقه، هرچی تایم فریم پایین تر این بیسلاین ما دقیق تر.
حالا میتونید تو تایم بالا هم ازش استفاده بکنید، نه اینکه نشه، ولی خب تایم پایین این 540 بیشتر جواب میده دیگه. از همینجا دیگه من عقب‌تر نمیرم دیگه، برم آش همینه و کاسه همین، فرق نمیکنه. حالا دیگه از اینجا توضیح میدم که وقتی کلیپ طولانی نشه. این کندلا از این پایین اومده رسیده به خیلی اتفاقی به این بیسلاین ما. ببینید خورده ریخته، خورده ریخته، خورده اومده دوباره ریخته، خورده تثبیت نتونسته بده، ریخته، خورده نتونسته تثبیت بده، ریخته، شکسته و رفته بالا. حالا رفتیم ما بالا این بیسلاین چهارمون 540 مون به اصطلاح. نگاه کنید دوباره اومده نقطه زده رفته بالا، اومده نزدیک رفته بالا، اومده اینجا چند تا کندل بسته بعد تونسته بریزه. پس این بیسلاین زمانی که شکسته می شود، حالا به هر طرف پایین یا بالا، آش همینه و کاسه همین، خیلی راحت سمت بالا نمیره. نکنید اینجا هم که اومده تایم کوتاهی پایینش رنج زده، دوباره درگیر بوده تا بشکنتش. میبینید ما هر چی بریم جلو دقیقا اومده خورده رفته بالا، اومده خورده رفته بالا، اومده خورده رفته بالا، اینجا دوباره زده و ادامه ماجرا. می‌بینید؟ پس این ما میتونیم ازش استفاده کنیم در تایم های پایین. بریم بقیه چیزا رو فعال کنیم. پس این شد 4 تا بیسلاین ما دیگه، 103 216 63 540. ما اینا رو غیر فعالش میایم پایین تر ببینیم چی داریم. کوالیتی لاین ما هستش که خب میدونید بعد چجوری ازش استفاده کنید. فورکست های ابرمونه، من اینا رو فعال کنم که بتونیم فورکست ها رو ببینیم. حتی شیفت نمیخوایم، کی جونسن رو میخوایم و کومو. خب من بیام تایم فریم بالا که کامل واضح باشه روی دیلی. بذاری لود شه. من عذرخواهی میکنم وی پی ام فعال کردم یه خورده سرعت من کنده. خب اینجا ما میه فورکست ها رو فعال میکنیم ببینیم ادامه ابرمون، این ابر ما ادامهش قراره چه اتفاقی بیفته. این کی جونسن تکانسن ما قراره چه برم بالا بیام پایین در کندل بعدی و کندل های بعدی. خب بیایم فورکست ما چی میگه. اینجا فورکست تکنسن رو فعال میکنیم، فورکست کی جونسن رو فعال میکنیم، فورکست ابرمون رو فعال میکنیم. ببینید خب این یه دیدگاهی به عموم میده. ما یعنی اگر مارکت بر فرض مثال، حالا دارم میخوام توضیحی میخوام بهتون بگم دیگه، تحلیلی نمیخوام بگم، اگر این کندلا همینجوری مستقیم رنج بزنه فرض مثال، حالتهای بعدی فورکست مثلا سنکو اسپن بی و ای ما این میشه و کی جونسن و تیکانسنمون به این حالت در میاد. حالا اگر بیایم بزنیم مثلا به اب بریم بالا این سقف و یه کوچولوی یه پنی یه سنت این بالاتر بریم، این فورکست های ما و کی جونسن تیکانسن ما مدلشون قیافشون فرق میکنه، رو به بالا خم میشن. پس این فورکست ما هست که این فورکست هایی که میبینید، یعنی حتی اگر بشمارید با اندیکاتورهای دیگه توی ایچیموکو مقایسه کنید، مثلا تیکانسن ما و فورکست سنکو اسپن ما فورکست بیشتری رو نشون میدن. مثلا خیلی تا اینجاها یا نهایتا اینو نشون میدن، این یه دونه بیشتر از بقیه است و اینجا هم به همین شکل. حالا من دوباره اینو فورکستامون رو آف میکنم فقط واسه که شلوغ نشه دیگه. فابریکه ایچیموکو رو حالا چیکو اسپن هم حذف کردم، میتونید فعالش کنید، ولی خب من فعلا فعال نمیکنم که شما بتونید ببینید. مورد بعدی سایکل ما هستش، ایچیموکو سایکل. من فعالش کنم ببینید. اینو بدارم اینور. نکنید در گذشته 9 26 52 رو به ما نشون میدن. حالا اینو چجوری میتونی ازش استفاده کنی؟ اینو یه مدلش رو من میگم، یه بقیه‌شو خودتون باید برید سرچ بزنید. اینو میتونی به عنوان حمایت مقاومت ازش استفاده کنی. یعنی مثلا 26 و 52 ما زمانی که از بالا برسن به این 26 یا 52 بار اول نمیتونن رو به پایین بشکنن، عموما حالا استثنا هم داریم، میخوره برمیگرده. یعنی اینجوری نیست بار اول برسه بهش بتونه بشکونتش. من یه ریپلای میزنم به عقب اینجا، حالا نمیدونم بذار 26 ما اینجا، بذار من چند تا دونه دیگه برگردم.
ببینید اینجا 26 ما بوده دیگه، میبینید کندل از پایین اومده بالا، اینجا هم 26 ما بوده. بریم جلوتر ببینیم چی میشه. اصلا اولین بار رسیده به 26 دیگه. من یه دونه اجازه بدین چیزام اونور فعاله، تریدینگ ویو فرق میکنه چون خیلی وقت اونجا فعاله، نمیدونم تو کدوم یکی این است. اینجاست. خب اینو بذارم این بغل. ببینید اینجا واسه ما، اینجا رو میبینید. خب حالا بریم ریپلای کنیم ببینیم آیا خورده برگشته یا نه. میبینید خورده اینجا بود دیگه، برگشت. پس الان بره بالا بار اول دیگه حساب نمیشه، یک بار 26 رو زده. میبینید شکون دوباره حتی خورد برگشت 26 رو که واسه ما شکون اینجا دیگه میگیم بازار صعودی شد. زمانی که 26 بشکنه، حالا 52 بشکنه که اصلا دیگه خیلی صعودی میشه. حالا تو هر تایم فریمی 1 دقیقه تا ویکلی، مانتلی که عموما خیلی کم پیش میاد ولی مانتلی هم پیش میاد. پس این میشه سایکل ما. من اینو پاک کنم دوباره چارت خلوت بشه. عموما چارتام خیلی شلوغه ولی چون اینجا با آموزشی بگیم چارتامون رو خلوت میکنیم. پس این شد سایکل ما. من ایچیموکو رو کلا آف میکنم. میایم رو سراغ EMA ها. ما دو تا EMA داریم. دو تا EMA ما اعدادش کجاست؟ اینجاست. یه دونه 1440 گذاشتم، یه دونه 50. اینا تمام این اعداد دوستان قابل تغییر هستن. شما میتونید 103 رو مثلا بکنیش 21، بکنیش 210، بکنیش 2100. تمام اینا قابل تغییر هست ولی من اعدادی که خودم استفاده میکنم رو گذاشتم. این EMA 1440 میتونی بکنی 100، 20، 7، هر چی دوست داری. من از این EMA استفاده میکنم 1440 و یه دونه 50 گذاشتم. حالا میتونی 150 بکنی، اینو بکنی 100، اینو بکنی 50. این واسه من مهمه که گذاشتمش 1440. اینو ما میایم فعالش میکنیم اینجا. فقط اینو دیگه، دوتاش هم میتونیم فعال کنیم. اینا ببینید دوتاشو میتونیم فعال کنیم ولی من اون EMA کار دارم باهاش، EMA یکمون. خدمتتون بگم که میایم تایم پایین، مثلا تایم 15 دقیقه. این روشنه. میایم تایم 15 دقیقه با هم ببینیمش. این فکر کنم چیکو اسپنمه. چیکو اسپنم باید روشن باشه. آره دیگه همه چیز اضافه داریم. ببینید این EMA خیلی برای ما مهمه. حالا اونایی که براکس اکشن کار میکنن، ایچیموکو کار که با EMA کار نمیکنه ولی گذاشتیم که ایچیموکومون کامل باشه. این EMA مثل کدوم کار میکنه؟ مثل بیسلاین 540 مون. البته متفاوته اعدادش رو. یعنی اگر مثلا خدمتون بگم که این EMA ما اینجاست 540 میتواند مثلا اینجا باشه، مثال میزنم حالا. پس این دوتا با هم فرق میکنن ولی کارایشون یه شکله. بریم ببینیمش. نکنید از پایین اومده خورده ریخته، خورده ریخته، خورده ریخته، شکونده نتونسته تثبیت بده، رفته بالا خورده، رفته بالا خورده، رفته. میبینید دوباره عقبترش هم به همین صورت هست. اومده خورده ریخته، رفته بالا تثبیت نده ریخته، اومده باش درگیر بوده نتونسته تثبیت بده ریخته، خورده ریخته. یعنی همینه، به عقب همینه. هر تایم فریمی هم به همین صورت هستش. پس این دوتا، یکی 1440 ما توی EMA و 540 مون توی بیسلاین ایچیموکو، بیسلاین ها و EMA های قدرتی در تایم پایین هستن. کلا اصلا من این اندیکاتور رو بخوام واسهتون، این سبک ایچیموکو رو بخوام واسهتون توضیح بدم، این ایچیموکو قدرتی هستش. یعنی شما میتونید حمایت مقاومت های سنگینی ازش بگیرید.
کمک بگیرید. خب پس اینم شد EMA. اینم که EMA دوممونه که اصلا حالا کاری باش نداریم دیگه، چیز نرمالیه. میایم دوباره من تکنسن و شیفت که کاری ندارم، کی جونسون چی کارم حالا فعلا کاری نداریم. اینو فعال میکنیم میایم پایینتر. یه ابری من اضافه کردم، ابر 0. نکنید بذار من دوباره بیام تایم بالا که واسهتون واضح باشه. خب بچه این ابر فابریکمونه دیگه، این ابر پایینیه، ابر فابریکمونه. این ابری که میبینید ابر 0مونه، این سبزشه اینم قرمزشه. ما از این ابر به عنوان چی میتونیم استفاده؟ مثل همین ابری که استفاده میکنیم از این ابر هم میتوانیم استفاده کنیم. این یعنی چی؟ یعنی بریم ببینیم تو تایم. بذار بیارم پایین تر که چیزای واضح تری، حالا تو همین هم میشه. البته نکنید اینجا اومده بالا. خب کی جونسن و تیکانسن ما رو شکونده، کی جونسن ما رو شکونده، خورده سر ابر، نتونسته بشکونه، ریخته. ببینید دوباره اومده خورده سر ابر، اینجا مثلا خورده سر ابر، ریخته. اینجا شکونده، صعودی شده. ببینید دوباره اینجا ابر کلفته. ببینید سخت بار اول از اینجا رد شه، اومده خورده وسطاش، رفته بالا. اینجا میبینید دیگه روی ایچیموکو فابریک ما هیچ چیز اضافه ای نداریم اینجا. پس اومده وسطش گیر کرده رفته بالا. حالا میتواند برای بار دوم سوم این ابر رو بشکونه رو به پایین و بیاد با این ابر درگیر میشه. عموما جاهای نازک رد میشه. گذشته بهت نشون بدم. اینجا جای بهتر از اینجا. ببین اینجا اومده نمیتونه بشکونه دیگه، همون داستانی که اونجا تعریف کرد. اومده وسطش رفته بالا، اومده تازه با این درگیر شده. میبینید دوباره رفته بالا، اومده وسط این درگیر شده، رفته بالا، از قسمت نازک اومده پایین. کندلار دقت میکنید؟ پس این دوتا دوباره قدرتی واسه ما عمل میکنن توی حمایت و مقاومت، فرقی نداره. پس این ابر 0 ما میشه که شما میتونید این ابر رو، بذار من بیام اول مارکت، میتوانید این ابر رو جابجا کنید نسبت به استراتژی خودتون. بذار من سفر بیارم براتر که واسهتون قابل رؤیت باشه. نسبت به استراتژیتون میتونید این ابر رو جابجا بکنید. آقا این ابر 0 ما هست، میتونید شیفتش بدین جلو. میبینید مثلا من مثال 9 تا شیفتش میدم جلو. 9 کندل از اینجا بشمارید تا اینجا، 9 کندل شیفت پیدا کرده جلو. حالا بسته به استراتژیتون میتونید اینو شیفتش بدین. میمونه بذار من بالا چیزی رو جا ننداختم، همه رو گفتم. اینو گفتیم، فورکست رو گفتیم، سایکل رو گفتیم، EMA هم گفتیم. بله ابرمون هم که این بود که گفتیم. میریم سراغ ایچیموکو کراس. خب این ایچیموکو کراس میاد به ما چیا رو نشون میده؟ کراس های بای و سل ما. یعنی اینجا میگه روی این کندل قرمز اینجا کراس بای داده. یعنی نمیخواد بیایم اینجوری زوم کنیم ببینیم تو تایمای پایین جایی که مثلا اینجا نکنی پیچیده. میبینید اینجا بعد اینجا زوم کنی، باز کنی، ببینی پیچیده، میبینی پیچیده که حالا وازش کنی ببینی چه خبره. اینجا میگه خب مثلا بیای بندازی اینجا چشی ببینیش، میبینی اینجوری ببینیش که میگه خب سل داده، چه کاری. اینو گذاشتیم راحت و دیگه نمیخواد بیایید مثلا یه دونه اندیکاتور ایچیموکو کراس رو فعال کنید این پایین یه دونه اندیکاتور به اندیکاتوراتون اضافه بشه. و شما حتی میتوانید بیاین توی تنظیماتتون، من بیام پایین پیداش کنم کجاست، اینجا بیاین مثلا اینو تغییر بدین مثلا به علاوه. میبینید این شد به علاوه. تغییرش بدین به مثلا فلک، پرچم. تغییرش بدین به مربع. ببینید هر چیزی که خودتون دوست دارید اینجا میتونید تغییر بدین و بذاریدش بالا، بذاریدش پایین، جابجاش کنید. ببینید قشنگ واسه خودتون بالا پایینش کنید و استفاده کنید. خدمتتون بگم این ایچیموکو کراس هم دوباره آف میکنیم. بیایم سراغ بعدی. من اومدم اوردر بلاکم به این اضافه کردم. میاد اوردر بلاک های قوی ما رو بهمون نشون میده. من دیگه اینجا ابرمونم آف میکنم که
واضح فقط اوردر بلاک مشخص بشه. حالا جریان این اوردر بلاک ها چیه؟ ببینید اوردر بلاک، خب عموما دیگه اوردر بلاک رو بلدین دیگه، آموزش اوردر بلاک بهتون نمیدم، فقط میخوام توضیح اندیکاتور بدم. اینجا من باید ریپلای کنم برگردم مثلا به اینجا. خب ما الان برامون این دوتا اوردر بلاک فعاله. یا بذار برگردم یه چند تا عقب‌تر، اصلا از شروعش توضیح بدم که کامل متوجه شی. ببین اینجا الان واسه ما این اوردر بلاک فعال، مصرف نشده، دست نخورده، عالی، درجه 1 اینجاست. من سرعت اینو کم میکنم که متوجه بشید، برم تو اون قسمت اونور که بتونم رنگاش هم جا به جا کنم و کامل درکش کنی اینا. حتی بذار اول یه فعالیش کنیم. ببینید اینجا میاد بالا، اینجا این اوردر بلاک کم رنگ ما یعنی مصرف شده، یه دور زدیم بهش، بین نرفته، فقط مصرف شده. بذار بیاد پایین. ببین چه قشنگ به اوردر بلاک داره عکس العمل نشون میده. شادوها اینجا بسته میشه، بدنه نداریم. حالا پایین‌تر میاد ولی حرفی نداره، عکس العمل نشون میده. یه ذره سرعتش رو تند کنم کلیپ طولانی نشه. خب ای بابا رد شد. ببین اینجا روی این کندل اومد اوردر بلاکمون رو مصرف کرد، روی این کندل اومد از بین بردش. این دوتا کندل، این مصرف شد، این از بین برد. حالا دوباره بریم جلوتر ببینیم. خب اینجا ببینی اومد مصرفش کرد، از بین نبردش. اینجا یعنی بعدها اگر کندل به اینجا برسه یه حمایتی واسه ما هست. حالا بالا رو باش کار داریم فعلا. ببینید اینجا الان یه اوردر بلاک تشکیل داد دیگه، هنوز مصرف نشده. خب اینو از بین برد، دیدین اینجا دیگه کاری نداره واسه ما. دقیقاً داره میخوره به اوردر بلاک، مصرف شد، از بین برد. اوردر بلاک بالای دقت کنید، مصرف شد. الان بدنه اومد توش بسته شد، یه دونه بدنه توی اوردر بلاک اون بست، شادو نبست، بدنه بست، یعنی شادو نزد، بدنه بست، مصرفش کرد، ولی هنوز از بین نبردتش. این کندل با بدن رد شه از بین خواهد رفت. ببینید دیدی از بین رفت و اوردر بلاک حال حاضرمون مصرف شد، از بین رفت. اوردر بلاک جدید واسمون تشکیل داره میده. حالا شما اینو چیکار میتونی باش بکنی؟ من یه خورده بیارم عقب‌تر، از قسمت رنگ بندیشو بیارم. ببینید اینجا ما دو تا چیز داریم. این خود اوردر بلاک فعال میشه، از بین میره. اینجا ما میایم اینو تیکو که ور میداریم، این واسمون قرمز نمایش داده میشه. من اومدم اینو اضافه کردم که این کم رنگ بشه، زیاد اذیتمون نکنه. شما دوست داری بذار باشه. حالا میخوای واسه آیندت استفاده کنی، یعنی اینو شما بگی خب نه من از این باز نسبت به سبک استراتژی اوردر بلاکم از این در آینده استفاده میکنم، میام چیکار میکنم؟ این تیکم ور میدارم. ببینی اضافه شد، هر چی اوردر بلاک عقب داری اضافه میشه. ولی خب شلوغ میشه دیگه. حالا یکی میبینی با 4 تا شلوغ کار میکنه. ما اینو واسه اون دوستانمون هم تهیه کردیم، یعنی با همه مدل چیزی بتونن کار کنن. اینو من برگردونم به حالت دیفالتش. پس شد این ایچیموکو اروین اومد میاد، این دیفالت ایچیموکو اروین هستش و شما زمانی که من اصلا اینو خاموشش میکنم، میایم تو اندیکاتورها ایچیموکو اروین، ببینید این فابریک میاد. یه نکته من بهتون بگم، ببینید ایچیموکو اروین آف، درسته؟ این ایچیموکو کلود فابریکی خود تریدینگ ویو هست. شما زمانی که میخواین بفهمید ایچیموکویی که داری ازش استفاده میکنی درسته، به درد بخوره، نکن ابر من یه دونه این ور اون ور نیست، یه انقدر پایین نیست یا از این ورش انقدر بالا نیست. بیاین با این مقایسه کنید با ایچیموکو کلود فابریک خود تریدینگ ویو. این فابریک منه، اینو میندازم روش، میبینید هیچ نه تیکانسنگی جونسن هم نه هیچ چیزی جا به جا نیست، همه سر جای خودشون.
این یه خورده بالاتر نیست، پایینتر نیست، ابرم یه خورده بالا پایین نیست. پس این ایچیموکو درستی هستش و بسته به استراتژیتون میتونید از این ایچیموکو استفاده کنید. من خودم ایچیموکویی که استفاده میکنم بهتون نشون بدم اینجوری فعاله برام روی چارت. شاید یه خورده شلوغ بشه برای شما ولی خب من اینجوری عادت کردم. من ایچیموکو برام اینجوری فعاله. حالا باز میتونید این دارم تغییر بدین تو قسمت رنگ ها، یعنی این قسمت که میرید تو این قسمت بیاد بگردید اینجا پیداش کنید دیگه، خودتون درستش کنید. و واسه این که این اضافه اذیتتون نکنه یه موقع رو چارت، اینو بدین بالا. ببینید چارت خلوت شد، ترتمیز، خوشگل. حالا شما این همه امکانات داری تو این ایچیموکو، میتوانی بیای مثلا نمیدونم یه دونه مثلا مکدی هم اضافه کنی. مثال حالا این همینجوری اینو میندازم مثلا مثال فقط. حالا شانسمون اینم حالا مثالی اندیکاتور دیگه می‌خواستیم بندازیم دیگه. ببینی ولی اونجوری بیای دو تا سه تا چیز ایچیموکو فعال کنی بعد بیای مکدی بندازی سختت میشه. پس این ایچیموکو اروین بود. من خیلی کوتاه و مختصر توضیح دادم. این ایچیموکو من ایچیموکو قدرتی هستش. می‌بینید اینجا اومده به 216 عکس العمل نشون داده، نتونسته بشکونه، رفته بالا و دیگه نمیخوام آموزشش کنم. فقط این که این اندیکاتور قدرتی حمایت مقاومت‌های سنگین رو بهت نشون میده. خیلی میتونی ازش کمک بگیری تو کند شدن روند، سرعت گرفتن روند. خب دیگه بستگی به علم خودت داره. هرچی بیشتر بلد باشی از این اندیکاتور بیشتر میتونی استفاده کنی. یعنی فولتر از این اندیکاتور من واقعا گشتم پیدا نکردم، نه اینکه من نوشته باشمش، واقعا فولتر از این من نتونستم پیدا کنم و خودم هم گشتم هرچی نیاز بود یه ایچیموکو داخلش باشه رو من تو این گذاشتم. حالا یه سری چیزا دیگه خیلی سیگنال میده اینا، نه این سیگنالی به شما نمیده. شما باید ایچیموکو کار حرفه‌ای باشی، بتونی اینا رو درک کنی، بیسلاین ها رو، فورکست ها رو، ابر صفر رو، نمیدونم تمام اجزایی که این داره رو بتونی درکش کنی، خود سیگنال رو بگیری. یعنی این شما اگر بلد باشی ایچیموکو رو عین هلو میتونی تحلیل کنی مارکتو. خب بچه‌ها ما پیجمون توی اینستاگرام اروین آندرلاین فایننس هستش. اونجا ما تحلیل بیت کوین طلا میذاریم، نه کانال سیگنال داریم، نه نیاز هست لایک کنی، نه هم کامنت بذاری عدد خاصی رو کامنت کنی. اونجا تحلیل میذاریم توی ما واسهتون توی هفته 2-3 بار، حالا طلا، بیت کوین، و میگیم آقا مارکت از اینجا میرود اینجا. نقض دیدگاه توش نداریم، اگر شکست تثبیت داد میتواند نداریم. ما سیاستمون این مدلیه، یا مارکت رو میفهمیم میگیم مارکت از اینجا میره اینجا، یا نمیفهمیم میگیم تثبیت میدهد میرود اینجا. پس اون که متوجه نمیشه، بلد نیست، میاد تثبیت و خط روند و اگر شکست پول بک زد و این داستانا رو میکنه. ما نه، ما میگیم اینجا اگر نرفت ما اشتباه کردیم. عموما هم وین ریت پیجمون 80-85% به بالا هست. یعنی ما مثلا 2-3 ماهی 4 ماه یه بار خطایی میکنیم، 2 بار خطایی میکنیم که اینم نرماله که اگر نکنیم باید شک کنی دیگه که من الان اونور با امویلان دستم توی کاسه است. به هر حال امیدوارم از این اندیکاتور ایچیموکو اروین بتونید استفاده کنید. تقدیمش میکنم به تمام ایرانی زبان ها. این اندیکاتور رو به عشق امیرالمومنین در روز عید قدیر خم ما دادیم بیرون و امیدوارم براتون پولساز باشه، بتونید استفاده کنید و لذتش رو ببرید. یا علی مدد.